احمدی اصفهانی به پیامبر گرامی اسلام. سوالم از آقای احمدی اینه که روش پیامبر چطور بوده زمان جاهلیت؟ اون همه متعصب، اون همه جاهل، اون همه نفهم بلنسبت بودن، چطور تونستین اسلام تو مغزشون فرو کنه؟ ولی ما نمیتونیم این با این همه پیشرفت و تکنولوژی، این همه ماهواره، نمیتونیم این سنیا را با اینکه حالا خودشون هم قبول دارن میکنن، کم کم حتی علماشون دارن قبول میکنن که شیعه بر حق، ولی ما روش سریع نداریم که اینا رو برگردونیم بشه، از این تعصب دست بردارن. یه روشی هست حاج آقا؟ خب سلام علیکم. خدا نگهدار شما. کی میگه پیغمبرتون است؟ همین که 30,000 نفر روز عاشورا ریختن پسر پیغمبرا، لقمش کردن، اروا کردن، این حاکی از است که پیغمبر اکرم نتونست معارف دینش تو مغز اینا فرو کنه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. کی این بشه؟ اینا مسلمان بودن؟ اینا مسلمان بودن؟ سبحان الله. بیننده عزیز، مشاهده نمودید که حجت الاسلام و المسلمین احمدی اصفهانی در جواب این بیننده شیعه که از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خیالی رافضیان در راستای شیعه کردن اهل سنت متحیر مانده بود، میگوید کی میگه پیغمبر تونست؟ گویا این آخوند نیز همانند استادانش با قرآن کریم کاملا بیگانه می باشد، زیرا الله متعال خطاب به فرستاده برحقش محمد مصطفی علیه السلام می فرماید لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ولی پیامبر و مؤمنان همراهش با مالها و جانهایشان جهاد کردند، نیکیها از آن ایشان است و تنها ایشان رستگارند. حالا باز هم مصر هستند که پیغمبر نتونست معارف دین رو تو مغز اینها فرو کنه. در ادامه میبینیم که این حاجی آقای بی سواد برای اثبات نعوذ بالله ناتوانی و عدم موفقیت پیغمبر در دعوت به واقعه عاشورا استناد میکند که لازم میدانیم در جواب این استدلال بی ربط و عاجزانه بگوییم: 1. اولا به اتفاق تمامی تاریخ نویسان چه شیعه و چه سنی در معرکه کربلا هیچ یک از شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در صف دشمنان حضرت حسین نبودند. 2. اهل سنت سردار جوانان اهل بهشت امام حسین را شهید و قاتلان ایشان را ظالم و ملعون می‌دانند. 3. در روایات صحیح و ثابت تعداد سپاهیان جبهه مقابل حسین ابن علی رضی الله عنه 5,000 نفر ذکر شده است، نه 30,000 نفر. 4. در پایان باید یادآور شویم که نه تنها این آخوند بلکه بسیاری از بزرگان و مراجع شیعه همچون آیت الله خمینی نیز بر این باور بودند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تربیت شاگردانش ناکام مانده است، آنجا که در وصیت‌نامه خود میگوید: من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشد. 5. همان گونه که مشاهده نمودید این مردک با این جمله خود اینها مسلمان بودند، سبحان الله، میخواهد ایمان شاگردان مکتب رسول الله را زیر سوال ببرد. حالا اگر آنها این گونه بودند که احمدی و خمینی و مجلسی و کلینی و امثالهم میگویند، چگونه الله متعال در وصف آنها میفرماید:
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد فرستاده الله است و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی، فضل و خوشنودی الله را می‌جویند. نشانه درستکاری آنان از اثر سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات است و وصفشان در انجیل مانند نهالی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده و بر ساقه هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت زده می سازد تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد. الله به اینها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند نوید آمرزش و پاداش بزرگی می‌دهد. بیننده عزیز، حال شما بگویید کلام الله متعال را بپذیریم یا سخن علما و بنیانگذاران مذهب شیعه را؟ آیا اینها واقعاً پیرو قرآن و راهنمودهای آن هستند؟